پوریا چند وقت ما اصلا اینجا توی جایگاه مهمان هیچ وقت نبودیم. آجی چمن خیلی خوب ولیش کاور کشیدن. نه آب فکر کنم روز چیزی که تو اخبار میاد میخونیم شنبه بزنیم که قرار برف بیاد. چه زیبا. ما میبینیم دارن کاور هم میکشن دیگه. الان از پنجشنبه کشیدن. پنجشنبه شبه. خب وارد زمین شدیم. چشمتون روز بعد نمینه. در حال برفروبی ساعتی مونده به بازی هستن. عمرم من دست بذارم بینم. مدیریت بحران در بالاترین سطح. برفی که روی سکوها هم نشسته. حالا هوادار بنده خدا باید بیاد اینا رو هم تمیز بکنه بعد بشینه. اگه بتونه بشینه تیمشو تشویق کنه. هوادارا رو میبینیم که دارن کمک میکنن به برفروبی که گویا مثلا مسئولیت اونا اینه که نیست. یکی دو بار این کار انجام شده دیگه این تبدیل به توقع شده. متاسفانه هوادار هیچ وظیفه‌ای نداره که بیاد زمین رو برفروبی کنه. اما متاسفانه چیزی که داریم میبینیم. اینجا چه خبره؟ هوادارا دارن تمیز میکنن دیگه. مگه تمیز کردن زمین کار هواداره؟ تو رشت فکر کنم کارم. حالا کانال باشگاهمونم خیلی ریلکس گفته بود هواداران حضور پیدا کنن برای برفروبی زمین. وقتی که با خبرنگار اونطوری صحبت میکنن دیگه زمین هم وظیفه هواداره بیاد. قضیه کارت خبرنگاری میگه. کارت تو در بیار. 1 ساعت مونده به بازی. حالا صحبتایی هست تا ممکنه بازی امروز برگزار نشه. نه برگزار میشه. امیدوارم. ما هیچ وقت مثل کرمان رو نبردیم آرمان. میدونی که هیچ وقت مثل کرمان رو نبردیم. به نظر امروز اولی است. می‌بردیم اون سال که اون پنالتی خراب شد آقای متوسل زاده ما از لیگ برتر افتادیم. البته اگرم می‌بردیم اون سال بازم آدم فرقی نمی‌کنه. به دلایلی که نمی‌خوام بگم میافتادیم. دیگه آره دیگه. ولی خب مثل نبردیم ما متاسفانه و امروز هم حالا باش بازی داریم. شاید اولین بار. فکر کنم هر دو تا تلس شکسته میشه. هم بالاخره تو این فصل تورش میبریم هم این طولانی ترین رکورد نبردن تو رشت ما آغاز فصل الان داشتیم. امروز ان شاءالله خاطر اون سکوی جدید مبارک. مرسی. دیگه ابرهای طوفانی اینجا طوفان میکنن دیگه اونور نمیان. حالا از نکته اصلی هم غافل نشیم. این وضع خطکشیه. وضع خطکشی زمین قشنگ اصلا زیباست. میبینید یکی دو تا مشکل نیست که این هم احتمالاً با سری الان درست کنن دیگه. غیر از اینه این فقط یه دونه کله کم داره که آدم برفی بشه. خب ساعتی قبل از بازی به حال عملیات رنگ زدن هم مثل اینکه میخواد شروع بشه. مرسی مدیریت. آفرین. سلام آقای رهبر. چه خبر آقای غریبینیا؟ سلامتی. داشتیم صحبت میکنیم میگیم کسی نیومد. میگم انقدر اینا ساعت مناسب و روز مناسب میذارن. من فکر کردم بدون تماشاگر الان شک و تردید. این شایعات هم انداختن که آره شایعه انداخته بودن که بدون تماشاگر.
هیئت فوتبال برتر کشور. اولار سال برتر بودن. آره. این نورافکن رو می‌بردن سردار، از اونجا نیمکت رو می‌آوردن، نیمکت میهمان میزبان می‌آوردن، دوباره از اینجا. یعنی 2 روز وقت دارن، شما 2 روز این کاور رو جمع کن قشنگ آروم. امروز ساعت 11 ظهر تازه اومدن اعلام میکنن هوادار بیاد، تو رو خدا برو یه سری افراد زحمتکش بیارن که آقا. حالا مشکل اینه که خود پیج باشگاه هم گذاشتین هواداران حضور پیدا کنند برای. حالا جالب اینه که من موندم کنار زمین چند تا عکس بگیریم، بچه‌ها دارن زحمت میکشن به یادگار نگهداری. سریع از آقا الواز خان اومده، آقا تو رو خدا زمین خراب میشه برو بیرون. عزیز من اونور بچهای خودتون افتادن دارن با پارو بیل میزنن زمینو. چیزی از زمین نمونده. چیزی بازی خوبی باشه. ما تا حالا مثل کرمان رو نبردیم. این یه رکورد بده. کرمان امسال یه خورده ضعیف‌تر از سال قبل. آقا یه نکته. ما تو ضعیف‌ترین حالت ما در همه حالت مساوی رو بگیریم. ما در ضعیف‌ترین حالت هم مثل نبردیم. پارسال پایین گردنه اسدآباد همدان بودم، یکی جلو بودیم، گردنه رو رد کردم بالا دوباره گوشی آنتن داد نگرفتم 2-1 عقبی. ولی من احساس می‌کنم بازم مساوی میشیم. ما از اون جایی که همیشه عادت داریم مساوی. منم نتیجه 0-0 امروز رو پیش بینی می‌کنم 0-0 بشه. من اون دفعه هم یادتونه از من پرسیدین گفتم دوست دارم داماش بره ولی مساوی میشه. ولی احساس می‌کنم امروز هم همون نتیجه بدون گل مساوی. ولی امیدواریم ببره داماش. چقدر چمن خوب. عالی. باور نمی‌کنی الان از نصف سال دیگه ما ایران بهتره. خب 0-0 امروز چند میشه پوریا؟ 0-0 امروز 2-1 به نفع داماش. ما تا حالا مثل نبردیم آخه پوریا. میبریم امروز. یعنی تلس میشکنیم، هم تلس نبردن هم تلس نبردن مس. مس واقعا ضعیفه امسال. خیلی ضعیفه. مقابل استقلال بعد بازی نکرد ولی. ولی آره موافقم. ولی احساس می‌کنم همون بازی 0-0 که شما هم گفتید. همون 0-0. آره. عادت به مساوی زیاد. دقیقاً. یعنی واقعا نیاز داریم که اصلا بعد دیگه امیدواری هم نیست وای. از زمین راضی هستی آقای هاشمی؟ حالا دیشب بازی کردیم بهتر بود. بیا آقا سرشو بگیر. سرشو بگیر باز کن دیگه. بله. خواستم یه خبر خوب اعلام بکنم. بفرم عاشق خبر خوب. دوستان که پشت اون در برقیه مونده بودن الان میتونم برق اون اون سکو جیبش بیشتره اصلا بفروش نیست. از دوستایی که زحمت کشن بچهای ترک زبون واقعا زحمت. بچه کجا هستن؟ بچهای اردبیل هم. فعلا اینجا چه ماشاءالله یشارسی اومدم برف رو بی. همه ایران سرای مرش ماشاءالله ماشاءالله. بمونید دیگه. هواداران کم کم دارن سکوها رو پر میکنن. این ورم جمعیت داره کم کم پر میشه، جایی که از این به بعد سکوی ابرهای طوفانی یعنی تشویقاشون رو اینجا انجام میدن، از وسط فشار میارن. خب از قرار معلوم بازی لغو نشد و امروز برگزار میشه با مثل کرمان. بازی های زیادی انجام داریم در طول ادوار، چه در لیگ برتر چه در لیگ یک، شاید هم حتی در جام حذفیش الان زیاد حضور سن ندارم. اما ما هیچ وقت در مقابل مثل کرمان تا اونجایی که تاریخچه رو من چک کردم هیچ وقت پیروز نشد. هیچ پیروزی در مقابل مثل کرمان در تمامی ادوار کسب نکردیم. یکی از تیماییه که حتی در ضعیف‌ترین حالتش هم حداقل یه امتیاز از ما گرفته. و این تیم حالا در چند روز اخیر یک بازی در جام حذفی داشت در مقابل استقلال تهران که شکست خورد و ما بعد یه شکست خانگی فاجعه در مقابل پیکان و بعد یک تساوی بیرون از خونه در مقابل پالایش نفت بندر عباس دوباره گام به آزادی گذاشتیم. زمینی که این فصل هنوز در اون پیروز نشدیم، در واقع در خانه پیروز نشدیم، چه در این زمین چه در سردار جنگل. یکی از رکوردهای خیلی بد اونو داریم این فصل به جا میذاریم. خیلی از رکوردهای خوبی که تو سالیان اخیر داشتیم رو داریم از بین میبریم. با توجه به چیزی که از تیم دیدیم در این فصل
خیلی امیدوار نیستم، ولی خب مگر اینکه شرایط زمین بهمون کمک کنه. البته میتونه در این حال شمشیر دولبه باشه و به ضرر اونم بشه. بفهم ایمان صادقی گلر سابق داماش در لیگ 1. تا شرایط هم درست نشه میریم برای سنتیاج و فقط به این فکر کنیم امروز یا با سنتیاج منتظر تا فردا همه تو زمین میشینیم. میبرم تو گل میدم، همه رو نگه میدارم، هم هوادارا هم خودم، چون بدون سنتیاج سوت آغاز بازی به صدا در میاد. ببینیم که آیا میتونیم بازی برنده بشیم. در حال حاضر سکوهای هواداران داماش تصمیم گرفتن تشویق نکنن. این نکته‌ای توی این تشویق نکردن هست. تقریبا 1 رو از بازی گذشته و همچنان هواداران تشویقی انجام نمیدن. دردناک اما واقعیت. آقایان نعیمی و دوستان گوشاتون رو باز کنید. اول 0-0 تموم شد. خیلی موقعیت خاصی نشونه به تیم حساسای موقعیت بازی که سر به سر سامان مهرابی‌زاده بود که بیرون رفت. آخرای بازی هم ناظر بازی اومد گیر داد، میگه با موبایل فیلم نگیرید. حالا نمیدونم با چی باید فیلم گرفت. حقیقتا دیگه دارن رو اعصابم دیگه. شاید یه تصمیم دیگه گرفت. چه خبر؟ مدیران داماش واقعا بی‌لیاقت هستن. آقای جعفرپور ریشی سفید کردیم، مویی سفید کردیم. اینقدر حاشیه ایجاد علی جان. پیرمون کرد علی جان. چی بگیم؟ خدا پیرشون. هم اون هوادار اون علی اسکندری پیرم کرد. اصلا دیگه نمیام عکس بگیرم. چند تا برف خوردی امروز؟ دیگه نمیام عکس بگیرم. آقا برف میخورم، فوش میخورم. دوم آغاز شده. هوادارا کم کم شروع تشویق هم کردن.
گل بگیر. دیگه کم کم همراه آوارش داره بین المللی میشه. آره این فصل یه خوبی خیلی جذابی که به نسبت فصل پیش داره اینه که چند تا تیم خیلی در داغون و پایین جدول هستن. نمیذارم ما بریم ته. فکر کردم داشتی گل می‌خوردی. داشتی میخوردی. آه بزنین دیگه. کنه آقا یه بار این مثل 20 رو ببریم. بیا گل نشه وضعیت رو مشاهده میکنید. من حرفی ندارم اصلا. چی بگم بازی خیلی یهویی تموم شد و طبق معمول 0-0 رسیدگی میشه. واقعا یعنی چی؟ 2 دقیقه اومدیم کلیپ ضبط بکنیم، باز اینا برق رو قطع کردن. مجبور شدیم به راههای قدیم متوسل بشیم. در وصف اتفاقاتی که برای داماش این فصل افتاده فقط میشه اینو گفت که کاری که مجموعه داماش انجام داده تیمداری فوتبال در سطح لیگ 1 نبوده. این تیمداری نیست، این خرابکاری و کارشکنیه. شاید مسئله‌ای که خیلی‌ها فراموش کردن که در روزهای اخیر اتفاق افتاده یا اصلا ازش اطلاع نداشتن اینه که آقای نعیمی پور با شکایت زحمتکش دستگیر شده بود و با پرداخت مبلغی هنگفت تونست رضایتشون رو جلب کنه و بیاد بیرون. پس مشخص بود که ایشون از اول پول داشتن اما برای تیم خرج نمی‌کردن. ما نمیدونیم چه کسی این نوع روش تیمداری رو به مالکین باشگاه ما یاد داده که تا ابد شما میتونین با یه مقدار پول و بعد کمک گرفتن از استانداری و شهرداری و شورا و این و اون و اینا تیم بچرخونید. چون این هیچ وقت قرار نیست به جایی برسه، هیچ وقت قرار نیست سرنوشت خوبی داشته باشه. بالاخره یک روز باید کسی بیاد که خودش از پس هزینه‌های تیمداری بر بیاد. اما نمیذارن کسی در فوتبال این شهر کاری انجام بده، برای داماش کاری انجام بده. متاسفانه داماش گیلان تبدیل به یک چرخه باطل شده، چیزی که ته دلمون میدونیم اما نمیخوایم بپذیریم.